سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف به جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. امروز در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از شهر دوشنبه به ولایت سوخت سفر کرد. مهمان عالی قدر را در فرودگاه بین المللی دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و سروزیر مملکت قاهر رسولزاده گسیل نمودند. صبح امروز سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف به جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند ولایت سوخت ادامه یافت. مهمان عالی قدر را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهبریت و نمایندگان اهل جامعه ولایت سوخت با رعایت عنعنه و سنت‌های خاصی همسایگی، دوستی و رفاقت و مهر و محبت گرم و صمیمی استقبال گرفتند. مورد ذکر است که در دایره سازشنامه‌های بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان در برابر رشد دیگر بخش‌ها، همچنین رابطه‌های منطقوی ولایت‌های هر دو کشور در ساحه‌های گوناگون انکشاف می‌یابند. گزارش خبرنگاران ما. صبح 11 ایون در ادامه سفر رسمی خود به جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف به شهر باستانی خوجند ولایت سوخت تشریف آوردند. مهمان عالی قدر را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، راهبریت و نمایندگان اهل جامعه ولایت سوخت با رعایت عنعنه و سنت‌های خاص همسایگی، دوستی و رفاقت و مهر و محبت گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با فروغ مهر افزا دو سروری محبوب ما خوش آمدید. بر خوجند باستانی دلربا خوش آمدید. همنوای با نوایی، جامی و همرودکی، پیشوا و رهبر و مشکل کشا خوش آمدید. خلق گوید سیزگه جان برسم، فدا سازم باشیم. خوش گلفسیز همچو خورشید سما خوش آمدید. از دوشنبه راه دلها باز شد تا تاشکند، تاجیک و ازبک بگون سیزدن ریزا خوش آمدید. تاجیکستان، ازبکستان دوستی پاینده باد. این سخن از صدق دل گویم ما خوش آمدید. مرحبا، خوش آمدید مهمانان عالی قدر، عزیز مهمانlar. جنت مکان yurtimiz Tojikistonga xush kelibsiz.
رسول همه پایگوز می‌کندم بخشنده بر جهان آمده مهمان عزیز مهمان عزیز مهمان عزیز مرحبا شاد شوید خوشبخت گلم خوشبخت گلم خوشبخت گلم صبح آباد شوید دوستlar jahonda ma bor shuma jahonim sizlar bilan xushdirmiz sizning ila javonim ba o'zbekon yakastim nadin u oyni ham jon do'st uchun fidomiz ma jon fishon bimonim jon do'st uchun fidomiz ma jon fishon bimonim دو خلق از شما شاد از بس که بخت دارم صلح و صلاح داریم هیچlik که پاسبانیم خوشبختی و سعادت چون تحفه شما گشت ما سربلندی دنیا ما فخر این جهانیم با دوستان جانیم ما جان فشان بمانیم ما جان فشان بمانیم اراده سیاسی راهبران هر دو دولت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در مناسبت‌های بین تاجیکستان و ازبکستان مرحله نو را آغاز بخشید. سال 2018 گذرگاه‌های سرحدی بین تاجیکستان و ازبکستان افتتاح گردید. ملاقات‌های دوجانبه و گفت‌وشنیدها، سفرهای دولتی سران هر دو دولت، امضای سازشنامه‌ها درباره شریکی استراتژی میان کشورهای دوست و برادر، تامین رفت و آمد آزاد شهروندان و تحکیم و گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، گومانیتری و علمی فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان زمینه گذاشته است. در دایره سازشنامه‌های بین‌الدولتی رابطه‌های منطقوی ولایت‌های هر دو کشور در ساحه‌های گوناگون انکشاف می‌یابند. با استقبال پرزیدنت‌های جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف، کوچه و خیابان‌ها با پرچم‌های دولتی هر دو کشور دوست و برادر با شعار و آویزه‌های ترنمگری دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک آرا یافته، ساکنان سرشمار شهرهای خوجند، بوستان، گلستان و ناحیه باباجان غفورov راهبران هر دو دولت را در سمت از فرودگاه تا قصر مدنیت ارباب با رعایت مهمانداری خاص تاجیکانه با صمیمیت بی‌اندازه پذیرایی نمودند.
در ادامه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف در قصر تاریخی ارباب ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف با اهل زیا و فعالان ولایت سوق دایر گردید. ضمن سخنرانی راهبران دو دولت با هم دوست امامعلی رحمان و شوکت میرزیوف اساسی همکاری متقابلا سودمند تاجیکستان و ازبکستان را به عمومیت‌های حدودی، جغرافی و تاریخی و فرهنگی دو مملکت همسایه ارزیابی نمودند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و اهل دین کریم. سروری دو کشوری دوست و برادر مرحبا، نور بر جا مهر در دل تاج بر سر مرحبا. قصر ارباب بر نجات خلق شد عالم پرست، بر دل قصر نجات ماه و اختر مرحبا. السلام ای قدردان مهر دریا خوش کردینگیز، تاقیب صحبت دهیم کار دستی بهبها خوش کردینگیز. اهل خوجن جنبالی تشریفینگیزگر منتظر مرحبا. عزیز مهمان خویاش سیما خوش کردینگیز، قدمهایتان فرخونده باد مهمانانی ارجمند. عزیز مهمانlar تقدیرساز ارباب قصریگه خوش گرفتید. 11 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف در قصر تاریخی ارباب با اهل زیا و فعالان ولایت سوق ملاقات نمودند. به خاطر پذیرایی مهمانان عالی قدر صحن حولی و درآمدگاه قصر با شکوه ارباب ایدانه آرا یافته بود. در آغاز ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با صمیمیت خاص مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف را به تاجیکستان خیر مقدم گفته با خوشنودی تاکید داشتند که هر یک واخوری جانبها و محاکمه رابطه‌های دو جانبه برای تحکیم شریکی استراتژی سهمی باسزا می‌گذارد. همکاری متقابلا سودمند تاجیکستان و ازبکستان به عمومیت‌های حدودی، جغرافی و تاریخی و فرهنگی دو مملکت به هم دوست و همسایه اساس یافته تاریخی چندین عصره دارد. رشد و تحکیم همکاری دوجانبه بین تاجیکستان و ازبکستان نه تنها برای آینده خلق‌های ما بلکه برای تأمین صلح و ثبات و امنیت در تمام منطقه نیز اهمیت استراتژی دارد، اظهار داشتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. همچنین سرور دولت تاجیکستان درباره موقع یگانه و استوار دولت‌ها و مردمان دو مملکت برای ادامه رشد مناسبت‌های شریکی استراتژی اندیشه‌رانی کرده تاکید داشتند که جانب‌ها با استفاده از باوری و اعتماد بین همدیگری برای نائل گردیدن به تطبیق توافقات پیشین تلاش خواهند کرد. تاکید گردید که خلق‌های ما نوابسته از مشکلات زیاد و رویدادهای تاریخ همیشه برای حفظ عنعنه‌های نیک دوستی و برادری تلاش می‌ورزیدند و بهترین آنها را تا امروز نگاه داشتند. در واقع تاجیکان و ازبک ها همیشه به تحکیم رشته های دوستی و برادری کوشش می‌کردند و صداقت خود را به این ارزش ها ثابت نمودند. نمونه واضح این گفته ها مناسبت های دوستانه و برادرانه مولانا عبدالرحمن جامی و میر علیشیر نوایی می باشند. ضمن سخنرانی خود پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف از پذیرایی گرم و صمیمی دوستانه و برادرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مردم تاجیک اظهار خوشحالی و سپاس و قدردانی کردند. جانب‌ها با قناعتمندی اظهار داشتند که گشودن همه گذرگاه‌های سرحدی و برقرار نمودن حرکت منتظم نقلیات اتومبیلی، راه آهن و هوایی بین دولت‌های همسایه به منفعت صاحبکاران و مردمان هر دو مملکت بوده، جهت گسترش مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی شرایط مساعد فراهم آورد. گسترش روابط فرهنگی و گومانیتری و منتظم برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فرهنگی و همایش‌های علمی با اشتراک ادیبان و عالمان و اربابان فرهنگ و صنعت دو مملکت از موضوعهای دیگر و مهم ملاقات
бо аҳли зиё ва фаъолони вилояти Соғд ба ҳисоб мерафт. пас аз суханронии сарони давлатҳо, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, матлубаи Мирзо Юнус ва сокини ноҳияи Деваштич Наврӯза Мамирова баромад карда, барои фароҳам овардани шароиту имконот дар самти рафтуомади озодонаи шаҳрвандони ҳарду мамлакат, рушди сайёҳату тиҷорат ва дигар тадбирҳои зарурӣ, ки боиси ба ҳамоии халқҳои тоҷику узбек гардид, ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳори сипоси амиқ намуданд. имрӯз ҳамчунин дар шаҳри гулистони вилояти Соғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои Қайроқум дидан намуданд. сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Узбекистон бо фаъолияти хатҳои истеҳсолии корхона шинос шуда, ҳамчунин аз намоишгоҳи корхона, ки дар он номгӯи зиёди маҳсулоти тайёр ва ашёи хом барои истеҳсоли қолин ба мараз гузошта шудааст, боздид ба амал оварда, ба сифати истеҳсолот ва рақобатпазирии он дар бозори дохил ва хориҷи кишвар баҳои баланд доданд. гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Холмуҳаммади Давлат. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри гулистони вилояти Соғд аз ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои Қайроқум дида намуданд. Ассалом, хуш омадед, эй пешвои тоҷикон, хуш келибсиз меҳмон бар аҳди суғди бостон. Дӯстӣ бар давоми икки миллат яшнасын, ду бародар икки ёвар бо саодат яшнасын. Пешво Эмомалӣ Раҳмону Шавкат Мирзиёв, аз шумо фардои ду миллат шукӯфон яшнасын. ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои Қайроқум тӯли 60 сол боз фаъолият дошта, бо истеҳсоли қолинҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл дар бозори дохил ва хориҷ мавқеи хос дорад. нахуст сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо фаъолияти хатҳои истеҳсолии корхона шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки соли 2018 дар доираи барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 аз кишварҳои Белгия, Олмон ва Франсия таҷҳизоти истеҳсоли риштаи полипропилении қатиқолин ворид гардида васлу насб карда шудааст. дар ин хати истеҳсолӣ 70 нафар, асосан занону духтарони маҳаллӣ фаъолият мекунанд. маврид ба зикр аст, ки қаблан ашёи хом барои истеҳсоли қолин ба корхона аз хориҷа ворид карда мешуд ва баъди ба кор андохтани таҷҳизоти нав имкон фароҳам омад, ки истеҳсоли 60% ашёи хом барои истеҳсоли қолин дар дохил ба роҳ монда шавад. ин дастовард барои корхонаи қолинҳои Қайроқум арзишманд аст. иқтидори хати истеҳсолии ришта дар як моҳ 300 тоннаро ташкил медиҳад. бо ин иқтидор ҷамъият имкон дорад корхонаҳои дигари истеҳсоли қолинро дар ҷумҳурӣ бо ашёи хом аз ҷумла ришта таъмин намояд. роҳандозӣ намудани истеҳсоли ашёи хом хоса ришта ба таъмин гардидани кори мунтазами истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулот дар бозор, коҳиш ёфтани арзиши аслии он, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. дар доираи ҳамкориҳои судманди дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон қисман ашёи хом барои истеҳсоли ришта ба корхона аз ин кишвари ҳамсоя ворид карда мешавад. баъд аз наздик шудани дӯстии ду халқҳо мо аз он ҷо як чанд автомобилҳо дастовард кардем аз корхонаи Самавто ва бо як чанд корхонаҳо созишнома мондем, ки аз онҳо мо гранулаҳо барои истеҳсоли ришта ва як чанд намуд ашёи хомро имрӯз ворид кардем.
به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف اطلاع داده شد که در آینده نزدیک صادرات محصولات تیار یعنی قالین از تاجیکستان به ازبکستان راه اندازی می گردد. در این سمت زمینه ها فراهم آورده شده است. در سیخ بافندگی راهبران دو دولت از دستاوردهای بافندگی کارخانه دیدن نمودند. تجهیزات بافندگی زمانوی می باشند. 2014-2020 برنامه رشد قالین بافی قبول گردید و سر کرده از همان وقت ما پوره تکنیک و تکنولوژی نوی که در کارخانه ما وجود بود پوره عوض کردیم. توانستیم بازار داخل خود را با قالین های بلند صفت پوره تامین نمایم. در زمینه توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2013 این جانب به کارخانه دستگاه معاصر تارتنی شرکت میرمکینه دولت ترکیه، 7 دستگاه پیشقدمترین بافندگی شرکت وندویلی بلژیا، خط اکستروزیونی برای استحصال ریشته ها و دیگر تجهیزات خطهای تکنولوژی شرکت های با نفوذ دولت های آلمان، بلژیا، ترکیه، فرانسه، ژاپنیا و روسیه وارد کرده شدند. باعث به قید است که ضمن عملهای سیاسی خیرمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و برنامه‌های مقصدناک حکومت جمهوری تاجیکستان در جمهوری برای رشد ساحه صنعت تمام شرایط فراهم آورده شده است. این است که از جانب صاحب دولت رشد ساحه صنعت عامل اساسی پیشرفت این بده تاجیکستان ارزیابی کرده شده. با نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی اجتماعی صنعتی‌کنانی با صورت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شد که ما صنعتیان این اقدام سرور دولت را پورا دستگیری می‌نماییم. بهر عملی نمودن هدف 4 ملی ما صنعتیان باید امروزه کوشش به خرج دهیم که توسط وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی معاصر برای ماندن استحصال محصولات جوابگوی به طلبات استانداردهای جهانی، استحصال محصولات واردات عوض کننده، کارکرد نهایی اشیاء خام و وسعت بخشیدن حجم استحصالات سهم خود را در این روند گذاریم. اگر تا دوران صاحب استقلالی حاصلناکی مهنت یک کارمند در کارخانه 1384 متر مربع را تشکیل میداد، پس این نشانداد در حال حاضر به زیاده از 5960 متر مربع برابر شده است. تفاوت در این دوره 4 مرتبه زیاد می باشد. حجم استحصالات در جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم سال تا سال زیاد می گردد. در 5 ماه سال جاری در کارخانه 958 هزار متر مربع محصولات قالینی استحصال کرده شده است. در 5 ماه سال جاری در کارخانه 957 هزار متر مربع محصولات قالینی استحصال کرده شده است که نسبت به همین دوره سال 2020 347 هزار متر مربع یا 56.9% زیاد می باشد. در این دوره حجم استحصال ریشته ها به 730 تن برابر گردیده است. این نشانداد در مقایسه با سال گذشته 307 تن یا 72.9% زیاد می باشد. در جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف توسط مانیتور شرایط موجوده بناهای معموری و معیشی برای کارمندان معرفی کرده شد. طور عیان گردید بناهای معموری و معیشی از تعمیر پوره برآورده شدند و با تجهیزات نوترین مجهز گردیده بهترین شرایط برای کار فراهم آورده شده است. ذکر گردید که سال 2019 2 اتوبوس استحصال جمهوری ازبکستان برای خدمت رسانی کارمندان دسترس کرده شد و این عامل در پیشبرد فعالیت کارخانه زمینه مساعد گذاشت. 3 سال میشد که در این کارخانه همچون دوزنده کار کرده ایستادم. من کسب خود را خیلی دوست می‌دارم. کلکتیو و راهبریت کارگاه با ما خیلی مناسبت خوب دارند. کارگران سابقه دار برای ما جوانان همچون نمونه عبرت بوده برای سیقل دادن دانش و کسب ما خیلی کمک می‌رسانند. کار در استحصالات خیلی به من معقول است. عین زمان در کارخانه قالین‌های قیراقم 500 نفر با جای کار دائمی تامین می‌باشند که 47% آن را زنها تشکیل می‌دهند. این وقت ما با دستگاه پیشقدمترین جهان کار کرده ایستاده ایم
و کوشش میکنیم که تنها قالین های صفتشان بلند را استحصال نماییم. این دستگاه ها پره طریق الکترونی اداره کرده می شود. کسب بافندگی بسیار دشوار و زحمت طلب است، لیکن ما با مهنت خود برای خاندان دیارمان زیبایی می آفریم و با کسب خود افتخار داریم. شکرانه از صلح و وحدت که ما امروزها با جای کاری دائمی و معاش خوب هستیم که این هم با شرافت سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و رهبریت کارخانه می باشد. جواباً به این غمخواری ها ما در آینده باز هم کوشش و غیرت میکنیم که سهم خود را برای پیشرفت کشورمان گذاریم. اقتدار استحصالی و تکنولوژی امروزه کارخانه امکان می‌دهد که همه درخواست خریداران نوابسته از دیزاین، کلکسیا و یا حجم در مدت کوتاه‌ترین اجرا کرده شود. اقتدار استحصالی سالانه کارخانه در حالت امروزه 3 میلیون متر مربع را تشکیل می‌دهد. در ادامه بازدید از جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از نمایشگاه کارخانه که در آن نامگوی زیادی محصولات تیار و اشیاء خام برای استحصال قالین به معرض گذاشته شده است، بازدید به عمل آورده به صفت استحصالات و رقابت‌پذیری آن در بازار داخل و خارج کشور بهای بلند دادند. در نمایشگاه نامگوی زیادی قالین با حجم، شکل و طرح گوناگون به نمایش گذاشته شد. امروز در جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم زیاده از 2000 نمود قالین با نقش، اندازه و تصویرهای گوناگون استحصال کرده می شود. در قالین‌های نوی کارخانه نقش و نگار ملی آمیخته با صنعت معاصر، موضع‌های زیبا و حیوانات نادر تاجیکستان تصویر یافتند. در گوشه علاهیده قالین‌های به نمایش گذاشته شدند که در آنها موضع‌های تاریخی و سیاحی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، اینچنین رسم شخصیت‌های برجسته دو ملت با هم قرین تاجیک و ازبک از جمله عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی تجسم یافتند. در همین جا به سران دولت‌های به هم دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان اینترنت مغازه و نقطه‌های فروش قالین‌ها نمایش داده شد. اینترنت مغازه کارخانه سال 2020 تشکیل گردیده، هدف باز هم بهتر نمودن خدمت‌رسانی به خریداران میباشد. طلبات هر یک، نه فقط که دولت، نه فقط که یک شهر، بلکه هر یک شخص از یکدیگر فرق می‌کند. برای همین ما تکنولوژیا رو همیشه کردیم که همون طلبات رو داده توانیم، هم نرخی که با آنها دسترس می شود. توسط اینترنت مغازه خریداران امکان دارند آسان و با نرخ‌های دسترس قالین انتخاب نموده فرمایش دهند و در مهلت کوتاه دسترس نمایند. نقطه‌های فروش کارخانه نیز نوابسته از موضع جایگیرشوی دارای امکانیت وسیع انتخاب محصولات میباشند. سران دولت‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف به فعالیت کارخانه بهای بلند داده رشد بخشیدن استحصالات و سعی نمودن همکاری‌ها با کشورهای خارجی از جمله باز هم گسترده نمودن همکاری‌ها را در سمت صادرات و واردات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان مهم شماریدند. جمهوری تاجیکستان سالهاست در روند استفاده و تقسیمات عادلانه ذخیره‌های آبی تلاش به خرج می‌دهد. علل خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با تشبس‌های سازنده خود در راه رسیدگی به مشکلات مربوط به